کجیه؟ کجیه؟ بله بیا اینجی. خوبه. چی باید؟ بیا. سکو میری سودا بسته خوب؟ خوب. 1 کیلو بانجون میسونی؟ خوب. 2 کیلو بانجون سیاه؟ نیم کیلو گوشت میسونی. خوبه؟ بانجون سیاه؟ آه. گوشت؟ بانجون آفر. زودی بیا. خوب. چرا خود چه من اصلونه؟ ما کار دارم برو. خوب. آه. دو کیلو گفتی بانجان؟ بیلا خورم بده. خیه. خدا حافظ. برو بخیر بری. لالا بسو. شو دیر کردی؟ لالا شهر شهید شدم. این 2 کیلو بانجون، این بنجورمی، این هم گوشت. اینا را از کی سوندی؟ عرمزون، بنجورمی عرمزون. نه چی؟ اینا چی داده با تو؟ اینا چیه اینا؟ اینا چی سوندی تو؟ بانجون دیگه لالا. خب تو که سعی میکردی یا خود تو چیندی یا او داده به دست تو؟ او داد به دست ما گفته 2 کیلو بانجون به ما بدین بانجون را خوبی. ای مسلمان تو اینا رو سعی کن تو اینا چیه؟ این شالیدا چیه؟ اینا رو به تو داده؟ اینا رو خود انداخته؟ گردن ما لالا خودی داد. گردن ما بانجون رخ نمیگه. سعی کن اینا را گیلا. اینا رو گیلنگی سوندی؟ خلیفه گیلا قصاب نیه. اینا با هم پی و پکال و استمان هم هر جا گوشت خراب میکنه به تو داده اینا چیه به تو داده؟ لالا بوی میده. شاید نواده دیر گمونده باشی تاریخ چالو اینا. سعی کن اینا چی داده برای از تو بخیر؟ مال برو مخوری از گم میزنم یم هر جا که بچه نادان این رای کردم که برای از بانجون دست از بدم هر جا که خراب بوده و دست داده تو گیلا کشته که هر جا گوشت خراب بوده و دست از بچه نادان رای کرده بخیر جلو شو بخیر تو بری لالا به درد کنه اینا. آره بده میگم رمضان بله. ما شما همسایه‌ایم برو. خب. اینا چی دادی برای از؟ نبی نه تو. سعی کن لالا. اینا چی دادی؟ بده بانجون میاد. بانجون سیاه اینا چیه لالا؟ سعی کن تو. اینا چی دادی برای؟ اما باگ بشنیده. اینا چی دادی برای؟ آخه ما برای پول دادم آخه برارم آخه اینا چی دادی برای ما؟ بانجورمی تعدیق برات. بانجورمی تعدیق تو تعدیق می چی کرده؟ اینا خیرات که نمیدی برای من پول دادم برای از اینا چیه؟ مال 20 روز پیشه مال 1 ماه پیشه که تو اینا دادی از کی اینا؟ خب برات اینا رو به می تو ندم به جون ندم به زین ندم به کی بودم اینا خب؟ برار من اینا رو به کی میده که اینا رو برداره؟ باز به مشتری میده من 1 دونه من دو تا پلاستیک نه که تو هم 2 کیلو بانجون میگی بانجونا خراب بدی به دست بچه نادان بدی اینا رای کنی بیا بخیر نور لقیقات نه با تو گیلا کسه که تو چی بده برای ما همه پی و پکال استقام پویده بده به دست از بچه نادان داده بیا سعی بکنم هم استقام لقیقات نکش بعد دیگه ما شما همسایه می کار خوب یاد نداره آخه برو لقیقات همسایه داره میره قامه برو دیگه جو خر برو برو جلوش برو که بیا بنا پیش گیلاک بریم ما گیلا میگم بگیریم یا نگیریم گوشتش بدست اینا چی ندی بدست این برو بله اینا چی ندی اینا چیه
گوشت چیه؟ آخ برای ما برای از اینا پول دادم اینا چی دادی برای اینا چیه نگاه کن ما و شما همسایه مگر همه چیزی به دست به چی نادونه بدی تو درسته کنه آشغال گوش دادم یا آشغال گوشت نه اصلا تو با فوکس تو میخورم اینا بخوری اینا آشغال گوشت بلیا ما دیگه چی بگم با تو که همسایه بینی خودم این رقم میکنه اگه یک بیگونه بیه برای چی میدی یک بیوزن یک پیرزن اگه یک سن 90 سال باشه تو از چی خود دادی برار من الله اینا گوشت گوسفند من ای گفت بله به من گوشت بده بلدم اینا منوزه بعد دو چون که اضافه بگیر بکشه من نمام که تو من اضافه دی تو حق بر بدی ولی چیزی بده که دقیقا خورده باشه اینا خورده باشه بخوره بتام اینا تو هم گوشت خوب ببینم تا از اینا چرا اینا خوب نیست اینا خودی مال ما به کی نشون نمی گوشته بیا من با تو مال سمن شوروا میکنم اینا هم پول کار بده او سری گپ ندارم پول کار بده شاگرد پول از اینا بده دیگه آقا سبی شما نگه دیگه کار نکنی آقا گوشتای شما بلو که استاکون پیاخ شاله این کار خوبیت نداره بفهمیدی کار کرده که ما دیگه بودم دم قصبی شما دیگه پاخر ما نگذارم ما برای خوره کنه خاطر که بچی نادونی تو دیگه تو چرا به قبل نمیفهمی ما اینا این گوشتا به مادر خوب بدم به کی بده مگر همر بدی اون بدی سگو تو هم هر مشتری که میه همر یک رو تا خلطه نان دو کاسه کنه تیک میده دستی بعد مشتری یک دونه بندم نه که همر بریزی این که حروم نیه این پیه مال تمام رودات تو همه پی میگیره من نمام پیه من بفهم کی پیه من نمیگم این حرومه به تمی گوشت که پول که برو من تو سه تو برو تو مدام با دکونا مردم جنجال میکنم برو خوبه دیگه نه همین مردم خود رو قضاوت کن نگاه کن من جنجالیم یا تو گوشت خرابی دادی من با تو برو سند و اسناد بیار برو نیلیلا برو دیگه بدن دکون از دیگه ایت یا قدم دیگه پاخو دن دکون شما دیگه نمیگذارم با مرد که نمیگذاری من مثل تو 10 تا مال مشتری دارم مال گوشتم با من میدم برو آزاده آخو کباب را بخورم میگم دیگه کی معصب خره کی نمیخره کی میخره هم غیر از من که میگم میام یا برو خره میکنی یا من میام گوشت میخورم دیگه طول من یک مشتری ندارم که گوشت باشه این حقیقت صبر به تو مادر تو وا کردم به مادر تو جدی تو برو هرچی شما میکشید میشه خیلی موقع میکشید که دارونه بله میله کرد خدا ورستی هم قطعتون با خدا که جیره بیام همه بده چپکور بده مردم بیا به شما نزدی خدا کنه تو این قصه آور داره خیلی رسامه که اگه وار نداره و سیدر نداره من زرابو برم اما 100 دفعه این مادر خوبا گفتم مادر به این میش ما گولی چیزی بدن که این مریضه آن امروز سکم کار دارم بیچاره سلام اشتای خلیفه قصام اینجا رو خوب خیلی سلامته شکر بله چای تیاره برو خیلی ما بیانم که یک کار عاجله بفهمیدین خوبه بفرمایید یک میشی داشتیم همین امرو با کار دامادیم کی رقم یک میشیه با کار داماد مای خب بیارون بدم قصه میکشن همین شاید یک ساعت بشه نیم ساعت خب با کار داماد گفت من مای نمیگه میشه بیارم شما که بیاز گوشت میفروشین دیگه بکشتین ما که واسه اون منیه که گوشت از بخوریم بکشتین ولی آخه با کار داماد میگم آها با کار داماد خب برار من لاغره یا ضعیف نه لاغر نیه نیم ضعیفه خب میشمانه بدم با خود را مکشیم ما خود معمول به یاد منیه که اسمم چیه خب میارم قصبی سعی کنیم طور کنیم بکشیم خب کیلو چند میاری برار من با منجی گپ زنیم یا ببینجی کی به منجی گپ زنیم کیلو چنده 300 خوبه به شما نه برار من 300 به تو مال بغزاله میدون تشکات به تو مال گوسپند میدم تشکات کیلو 300 سنیم 100 کیلو میفهمی شما گوشتی میشه کیلو چند میدین گوشتی میشه کیلو 40 روپیه چه روپیه میدین بین 10 کیلو ما بدین ای خیلی فکر صاحب نه من مثلا ای سام شیرینی مال عباس جان سه برار من تیارم 300 خوبه دیگه ما زخم نه سکو واسه تمام نداره سکو برار جان سکو عباس جان سکو برو میش از کی بده از ما خواه شما یعنی شما مقصد شما نه یا مادر شما یا پیر شما ما میفروشیم دیگه من میفهم مادر تو نه بله آفرین تو بده دست خوب برار من برو بگو خلیفه گله گفته
گفته برارم نه دیگه مادر تو برار من نمیشه، مادر تو مادر منه. سیکو تو برو با مادر خو بگو مادر. خلیفه گیلک گفته ما او هم که شما نیم همسایه ما نیم کوچی بالاتریم. انا گیلک خلیفه گفته که کیلو 190 روپیه همیت جیگر و میگر ورداریم کلا جیگر هم نماین جیگره پوست کنیم چیز کنیم فقط شکم اینا خالی کنیم خالص ما این کیلو 190 روپیه و هم به گل روی شما نه نمیده خلیفه جون قصبی هم کم نیه و قصبی کم نیه برارم کی گفتم که به پیش من 190 اون سقد امرای ببر به بازار سیکو آخر چند ماهی خودی من 190 بیشتر نمیصرف ما با 220 میفروشیم اون میشه خیلی علف دیگه خودی چیزی نخورده بود خیلی از علف میفهمی شما ما بذار پلاستیک داده باشم دیگه چیزی داده باشم یاری که عباسشان خب تو فکر کنم که کمک از این مسیر سر خواهد کمبوتی داری میشم صبر کن تو البته اون مثل من نون میخوره که تو میگی ما غیر از علف نه و تو نین که مثلا آشغالا بینا بابارم تو میگی که ما گوسپندان ما آشغال خوره بس مردم شما نه لالا من میگم تکی طلا خورده باشه گوسپنده تو کیلو 190 ماه اگه میفروشی برو بیا بدم بیان پیش شما آنه با نگاه کنه اگه نگفتین که این گوشتا خوب یه تایید هر چی واسه بگین او میشه مادر منه و ما او را از خود خوبشتر مستم خود سایه برو من خدا کنم است بشه اندازه میش خوب چند ما آخره 190 بالا نمیم برو چای میخوری بیا مال دم کرده که ما مستم کی به قصبی بریم بابا تو میفروشی برو با مادر خود مسلیت کو بیا دم قصبی یعنی من چایار بشم میام مسئولیت نکنم 190 بیشتر دارم ها برو همه چیزا به جمع پاک کردن پوست کردن من پیشین به قصبی میرم اگر مادر تو میدادم به من نخله بیا دم سرا بگو که میام که خودت تو بریم میبردم برو خب سیکو گوسپند نبری با اونجا معطل بشی برو مسئولیت که اگه میدادم بیا به در سرا بگو میدم یا نمیدم که نمیایی دیگه اگه بدادم میایی